در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شرعی هم به جا میاره، لکن اینطور است وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بده. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن این کار یک کار جنون آمیز بوده است.